ده و 45 دقیقه 200 تفنگدار آمریکایی در جنوب اروپا برای مداخله فوری در مصر به حالت آماده باش درآمدند. شبکه CNN آمریکا گزارش داد 200 نفر از تفنگداران دریایی آمریکا در ایتالیا و اسپانیا آماده هستند تا ظرف 1 ساعت از زمان فراخوانی با یک هواپیمای حامل سلاح‌های لازم وارد مصر شوند. قرار است نیروهای آمریکایی در صورت لزوم به سرعت در خاک مصر پیاده شوند. مأموریت آنها حمایت از سفارت آمریکا و کارمندان و اتباع این کشور در صورت محاصره سفارت توسط معترضین است. منابع آمریکایی بیان کردند علاوه بر این تفنگداران استقرار 1000 نظامی آمریکایی دیگر در ناوهای جنگی حاضر در دریای سرخ از دیگر اقدامات پیشگیرانه برای حمایت از اتباع آمریکایی در مصر است. منابع آمریکایی بیان کردند علاوه بر این تفنگداران استقرار 1000 نظامی آمریکایی دیگر در ناوهای جنگی حاضر در دریای سرخ از دیگر اقدامات پیشگیرانه برای حمایت از اتباع آمریکایی در مصر است. 10 و 50 دقیقه بیمارستان‌های مصر برای مداوای مجروحین احتمالی تظاهرات امروز به حالت آماده باش درآمدند. الیاما صابع به نقل از منابع بیمارستانی مصر گزارش داد که بیمارستان عین شمس در نزدیکی ساختمان وزارت دفاع به حالت آماده باش درآمده است. حدود 500 تخت در این بیمارستان برای پذیرایی از زخمی شدگان احتمالی اختصاص یافته است. منابع وابسته به وزارت آب نیز از تدابیر لازم برای حمایت تأسیسات آب این کشور خبر دادند. 11 فرانسه به اتباع خود در مصر هشدار داد. پایگاه الیاما صابع گزارش داد وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای به اتباع خود در سراسر مصر هشدار داد تا از نزدیک شدن به مکان‌های محل برگزاری تظاهرات و تجمعات در همه استان‌های مصر پرهیز کنند. در این بیانیه آمده است فرانسوی‌های مقیم و گردشگران از حضور در اماکنی که تجمعات در آن برگزار می‌شود پرهیز کنند و همه تدابیر پیشگیرانه را اجرا کنند.